سلام، خوش آمدید به مصاحبه بیخی نو کاغذ پیچ با مداری طالبان. شاغله ملا قلندر فراری. امید از اینکه سوالات ناب و تاب ما فرار نکنه. خوش آمدید محترم. به حیث اولین سوال تشکر، زنده باشی. من سلامای گرم خود به ملت طالب پرور و دنب و دم پرور تحفه میکنم. به حیث اولین جواب بدون سوال ما بر طرز میکنم که سر 83% زمین ما تسلط داره و هارستی یک سلام یک خوب مزه به اداره کابلم تقدیم میکنم. خوب است. شما که دوی 83% زمین رو دارید، آیا کدام خدمات پیش کردین یا هیچ متا؟ اوه، چرا چموتو زیاد خدمات پیش کردیم. اونجا روز نان مردم میخوریم تا آب و نمکش برکت شوه. چی؟ ها؟ راستی از همه مهمتری که مردم اونجا زندگی میکنه. در اداره کابل خو سر مال مردم امن نیست. در ساعت ما کاملا با خوشی زندگی میکنه. باز اگه خوشحال نباشه ما با زور خوشحالش میسازیم. اینی کلش خدماتتان است یعنی ها؟ بله ها. خی اینطور است. خی شما که دوی 80% زمین دارید، چرا با مرده هایتان در اینجا 2 متر قبر نمیکنین ها؟ کلش میبرین به چتلستان. چرا؟ پاک سرزمین خانه اصلی ماست. افغانستان دارالحرب است. اینجا انتحار و جنگ میکنیم و ویرانی میکنیم. ما به این خاطر در پاک سرزمین شهیدای مقدس خود گور میکنیم که زود به جنت برا به شعور برسن. دیگه طاقت جداییش نداره. هرچی نباشه آخر اسلام آباد است. نه دیگه. خب محترم، مردم اینجا سوال کردن که چرا صلح نمیکنین؟ حال امریکایی هم رفتن. حالی چی در دلتان است ها؟ دولت افغانستان صلح نمیکنن، فهمیدی؟ تا وقت نظام سقوط ندادن و اداره کابل نگرفتن جهاد میکنن. اوکی سرجی، اوکی. تشناب کجاست؟ پشو. از خود ابن غلام نسازین. یا مرد باش یا نوکر مرد. مثل قلندر به غیرت نباشید.